دوستان میخوام نحوه خرید بیمه زندگی ملت رو بهتون توضیح بدم. وارد کارسود میشید، باید کیف پول کارسودتون رو شارژ کنید. قسمت پایین کیف پول رو کلیک میکنید، وارد کیف پول میشید. ببینید من قبلا شارژ کردم کیف پول خودم رو 13 میلیون الان شارژ داره. حالا میام صفحه اول کارسود، قسمت کسب درآمد از بیمه رو کلیک میکنم. از صفحه که باز میشه ورود به بیمه رو میزنم. بالای صفحه بیمه ورود ثبت نام رو کلیک میکنم، وارد صفحه لاگین میشه. گزینه 1 شماره همراهی که در کارسود ثبت نام کردم رو میزنم. گزینه 2 رمزمو میزنم، همون شماره همراه و رمزی که در کارسود دارید رو اینجا وارد میکنید. گزینه ورود رو که بزنید حالا وارد داشبورد بیمه میشید. میایید پایین صفحه طرح اول نمایندگان بیمه رو کلیک میکنید. خب طرح اول نمایندگان رو که کلیک کردید وارد این صفحه میشید. ببینید این قسمت نوشته خرید شخصی. من قبلا اومدم اینجا خرید انجام دادم، 1 میلیون تومان اومدم پرداخت کردم. حالا میخوام بیمه نامم رو ارتقا بدم، میخوام سقف درآمدی خودم رو ارتقا بدم. حالا در این قسمت ببینید اینجا باید مبلغ رو انتخاب کنم. گزینه مثبت رو کلیک میکنم. ببینید گزینه مثبت رو کلیک میکنم. 2 3 4 5 6 7 8 9 میلیون تومان. 1 میلیون هم از قبل خرید انجام داده بودم، حالا میشه 10 میلیون تومان. و حالا گزینه پرداخت رو میام کلیک میکنم. گزینه پرداخت رو کلیک بکنم، این پیغام رو به من میده از پرداخت مبلغ 9 میلیون تومان، مالیات هم 900 هزار تومان. آیا ادامه میدهید؟ مبلغ قابل پرداخت ببینید 9 میلیون و 900 هزار تومان. بله پرداخت شود. خرید با موفقیت انجام شد. ببینید در این قسمت خرید شخصی من چه اتفاقی افتاد؟ شد 10 میلیون تومان، قبلش بود 1 میلیون تومان. من الان خرید بیمه انجام داده بودم قبلا 1 میلیون تومان، الان ارتقاش دادم 10 میلیون تومان. چرا 10 میلیون تومان؟ چون زمانی که به 10 میلیون برسونم این سقف درآمدی من 500 میلیون تومان در ماه میشه. حالا شمایی که برای اولین بار میخوان این کار رو انجام بدین، با 1 میلیون و 100 هزار تومان میتونید این رو فعال بکنید و جایگاه شما در ساختار درختی رو فعلا برای شما قفله. ببینید این قسمت فعلا برای شما قفله. اینجا نوشته شما قبلا عضو طرح نمایندگان شده اید. من قبلا عضو شدم ولی شما الان نمیتونید عضو بشید. شما فقط خریدتون رو انجام میدید، به ما پیام میدید، به پشتیبانی پیام میدید که ما جایگاه شما رو در ساختار درختی و در طرح نمایندگان فعالیشو بزنیم. بعد از اون تاریخ یک شنبه که ثبت ها رو ما انجام دادیم به دلایلی که توی وایس گفتم، بعدش آزاد میشه که هر کسی خودش این کار رو انجام بده که آموزشش رو هم قرار میدم.